السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، روزی سعید جمعه به هر یک شما مبارک باشه. این روز به شما مبارکباد میگم. خدا کند که در این روز 400 حواسهای نک داریم و اوضاع حواسهای نکتان برسید. در حق رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر صلوات بفرستین. بهترین روز هفته هست و انشاءالله که از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به نصیب نگردیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. خیلی پناهکتان بخدا. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، همیشه خواهش داشتم که مقصد در کامنتر بنویسین ویدیوهای یگان قصه های اسلامی بسیار ترک کنیم یا که یگان بلاگ‌های درباره خودمون، درباره کارمون، کار و فعالیتمون بنویسین خوب میشه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.